میدونستید اگر بلیت وی آی پی باشگاه منچستر سیتی رو بخرید میتونید در کنار بازیکنان این تیم و حتی پپ گواردیولا بشینید و غذا بخورید؟ کسانی که بلیت وی آی پی باشگاه منچستر سیتی رو میخرن امکانات خیلی فوق العاده ای رو دارن، جوری که انگار مالک این باشگاه هستن. زمانی که شما وارد استادیوم اتحاد میشید ابتدا بلیت خودتون رو اسکن میکنید و از اون لحظه امکانات این باشگاه در اختیار شماست. اول کار کلی از پرسنل و کارکنان باشگاه برای خوشامدگویی پیش شما میاد. بعدش میتونید به رستوران این استادیوم برید و از منوی غذای اون استفاده کنید که پیش از 100 نوع غذای مختلف به همراه دسرهای خیلی متنوع موجوده. در حین غذا خوردن هم یک گروه موسیقی برای شما به صورت زنده اجرا میکنه. توی استادیوم هم کلی وسایل تفریحی برای سرگرمی شما موجوده. حتی برای رفع خستگی شما کلی اتاق ماساژ هم موجوده. ولی نکته جالب درباره این استادیوم، کسانی که بلیت وی آی پی این استادیوم رو میخرن میتونن برن کنار گواردیولا و بقیه بازیکن‌ها و اونا رو از نزدیک ببینن، چه هنگامی که از تونل ورزشگاه وارد زمین مسابقه میشن یا حتی هنگام صرف غذا. قیمت بلیت وی آی پی ورزشگاه اتحاد 4200 پونده که به پول ایران میشه حدوداً 500 میلیون تومان. حالا به نظر شما ارزشش داره؟